به نام خدا سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه دوره برنامه‌نویسی میکرو HTML32 و در ادامه جلسه ADC توی این قسمت میخوام که با پتانسیومتر آشنا بشیم و بعد با LDR آشنا بشیم که اینا چیان و در نهایت با LDR هم یک لامپ رو روشن یا خاموش کنیم. خب پتانسیومتر چیه؟ پتانسیومتر یک مقاومت متغیره. به این صورته که ما پتانسیومتر چه داریم؟ 3 تا پایه داره که بین پایه 1 و 3 یک مقاومت ثابتی داره. مثلا یک مقاومت 10 کیلو داره و با چرخوندن این پیچ پتانسیومتر میتونیم مقاومت بین پایه 2 و 3 یا 2 و 1 رو تغییر بدیم و در کل به این صورته که یک مقاومته که وقتی ما بیایم و این پیچش رو عوض کنیم میتونیم مقاومت بین پایه 1 و 2 و 2 و 3 رو تغییر بدیم و مقاومت بین پایه 1 و 3 هم همیشه ثابته. LDR چیه؟ LDR چه مخفف Light Dependent Resistor، یعنی مقاومت حساس به نور. به این صورت که یک مقاومتی است که با نور مقدار این مقاومت عوض میشه و به این صورت هم هستش که وقتی که نور خیلی زیاد باشه، یعنی نور به خوبی به این مقاومتمون به این LDR بخوره، مقاومتی از خودش نشون میده خیلی پایینه و وقتی که هم خیلی تاریک باشه یا نوری به این مقاومتمون به این LDRمون نخوره، مقاومتی از خودش نشون میده خیلی زیاده. و کاربردهایی هم که داره، از بیشترین کاربردی که داره اینه که یکی از بیشترین کاربردهایی که داره اینه که میتونه مثلا برای روشنایی خودکار استفاده بشه. مثلا وقتی که شب میشه لامپ به صورت خودکار روشن بشه. حالا برای کد نویسیش چوب میکس رو باز میکنیم، بعد از قسمت فایل نیو پراجکت رو میزنیم و بعد از قسمت پارت نامبر اسم میکرومون رو سرچ میکنیم و بعد از این قسمت هم دابل کلیک میکنیم که میکرومون انتخاب بشه. حالا از قسمت سیستم کور، از قسمت دیباگ رو، حالت دیباگ رو روی سریال وایر میذاریم و از قسمت RCC کریستال رو روی کریستال خارجی میذاریم و حالا میایم تو قسمت آنالوگ برای این که ADC همون انتخاب کنیم. من یه توضیح بیشتر در مورد پتانسیومتر بدم و میخوام که چه کاری انجام بدم. خب ما تو جلسه قبل اومدیم و سایت ولتاژ دیوایدر کلکیولیتور رو معرفی کردیم و گفتیم که به چه صورته و چه کاربردی داره. حالا پتانسیومتری که ما داریم به این صورته که یک پایه شماره یکش به 3 و 3 میخوایم وصلش کنیم و پایه شماره 3 هم میخوایم به زمین وصل کنیم و پایه وسط که اونیه که مقاومت بینش تغییر میکنه رو میدیم به ADC میکرو. کل این مقاومتی هم که داره 1 کیلوه و این مقاومت هم مقاومت وسط بینش هم تغییر میکنه و من این پایه شماره 1 رو و من ولتاژ سورس هم رو میدم به 3 و 3 میکرو و پایه شماره 3 رو هم میدم به GND و این پایه وسط پتانسیومتر رو هم میدم به ADC میکرو و به این صورت ولتاژم بین 0 تا 3 و 3 عوض میشه. پس میام تو قسمت ADC 1 و این 0 رو میذارم برای پتانسیومترم و حالا چون که میخوام از حالت پولینج استفاده کنم میام و ADC 2 رو میذارم، ADC 2 پایه این 1 رو میذارم برای LDRم. به این صورت میتونم تو حالت پولینج از دو تا کانال ADC مقدار این پایه ها رو بخونم. حالا میام تو قسمت تنظیمات و اینجا حالت Continuous Conversion Mode رو میذارم رو حالت Enable و بعد میام این قسمت رنگ
ببینید که برای ADC2 الان چنلی که انتخاب کرده چنل 1 هستش و سمپلینج تایم رو هم میتونم مثلا بذارم روی 7.5 که دقت بالاتری داشته باشه. با اینکه میتونیم روی 1.5 هم بذاریمش، 1.5 سایکل که توی این حالت هم دقتش خوبه. و برای تنظیمات قسمت ADC هم به همین صورت Continuous Mode Conversion رو روی حالت Enable میذاریم و توی قسمت رنج برای اینم میذاریم روی 7.5 سایکل. و از اونجایی هم که میخوام وقتی که مقدار LDR رو خوندم اگه از یه حدی پایین تر بود مثلا لامپ هم روشن بشه و اگه از یه حدی هم مقاومتش بیشتر بود اون لامپ روشن بشه. به همین خاطر میام مثلا پایه PB12 رو به صورت خروجی در نظر میگیرم و این پایه رو هم به یک ترانزیستور میدم که این ترانزیستور یک رله رو روشن میکنه و این رله هم لامپی که دارم رو روشنش میکنه. اسمش هم میذارم لامپ. حالا میام تو قسمت کلاچ کانفیگوریشن ماکسیموم فرکانسی که میتونم بذارم 72 مگاهرتز و 72 مگاهرتز میذارم. حالا میام تو قسمت پروجکت منیجر و برای پروژم هیچ اسم میذارم مثلا و آیدیم رو هم روی MDK R میذارم و در نهایت هم جنریت کد رو میزنم و حالا روی اوپن پروجکت میزنم که پروژم توی چیل باز بشه. حالا میام از قسمت اپلیکیشن یوزر و فایل main.sim رو باز میکنم. حالا میام توی حلقه وایل 1 و اول از همه مقدار پتانسیومترم رو میخونم. خب شماتیکی که من برای پتانسیومترم دارم به این صورته که پتانسیومترم که 3 تا پایه داره. پایه شماره 1ش رو دادم به 3 و 3 میکرو و پایه شماره 3ش رو هم دادم به زمین میکرو و پایه وسط رو هم دادم به PA1 میکرو. و همونطور هم که جلسه قبل توضیح دادم از اونجایی که میکروی ما ADCش 12 بیتیه که 2 به توان 12 میشه 4096 و یکی هم ازش هم کنیم میشه 4095 و مقدار ولتاژی که با ما میده، مقدار خروجی که ADC به ما میده بین 0 تا 4095 و بعدش ما باید بیایم اینو تبدیل کنیم که بین ولتاژ 0 تا 3.3 ولت میفته. خب برای کد نویسیش اول از همه می‌نویسیم هر ADC استارت. خب و از اونجایی که من P1 رو برای ADC 2 گذاشتم پس اینجا باید بنویسم که امپرسند ADC 2 استارت میکنم. بعد از اینکه دارم به صورت پولینگ می نویسم باید از هل ADC پول فور کانورژن استفاده کنم و بگم که ADC 2 و 20 میلی ثانیه و حالا باید بگم که بیا مقدار این پایه رو برام بخون. خب حالا برای اینکه ما این مقدارم ذخیره کنیم میایم تو قسمت PV یا Private Variable من یک متغیر از نوع فلوید تعریف میکنم و اسمش رو میزنم رو ولتیج و همینطور یه متغیر دیگه هم میذارم که بعد از اینکه این مقدار خام رو تبدیل کردم و بیارم بین 0 تا 3 و 3 نشونش بدم. خب و یک متغیر دیگه هم تعریف میکنم به اسم ولتیج.
حالا میام این قسمت میگم که رو ولتیج برابر است با هر ADC get value از کانال 2. خب حالا من این مقدار رو دریافت کردم و حالا نیاز دارم که یه مقدار دریافت میکنم بین 0 تا 4095 و برای اینکه این مقداری که دریافت میکنم رو با ولتاژ تبدیلش کنم به این صورت می نویسم. میگم که ولتیج خب من اینجا یه متغیر ولتیج تعریف میکنم. اشتباها دستم خورد و اشتباهی یه چیز دیگه تایپ کردم. اینجا من یه متغیر ولتیج از نوع فلو تعریف میکنم و بعد میام این قسمت می‌نویسم که ولتیج برابر است با مقدار خامی که دریافت کردم ضرب در 3 و 3 تقسیم بر 4095. خب این رابطه هم به این صورته که اگه ما بیایم و بگیم که ولتاژ 0 مقداری که به ما میده، مقداری که ADC به ما میده هم 0 و اگه خروجی که ADC به ما بده 4095 باشه یعنی ولتاژی که داشتیم 3 و 3 و اگه بیایم با یک طرفین وسطینی انجام بدیم به این رابطه میرسیم. مثلا اگه الان ولتاژ من 3 و 3 ولت باشه خروجی ADC به هم 4095 میده. خب اینجا 4095 باشه ضرب در 3 و 3 تقسیم بر 4095 میشه 3 و 3 و اگه هم به هم 0 بده ADC به هم 0 بده اینجا میشه 0 ضرب در 3 و 3 تقسیم بر 4095 که بازم میشه 0. و حالا هم نیازی که این ADC رو استاپ کنم. مثلا هر ADC استاپ. خب پس کلم این صورت شد که یه بار استارت کردم، از حالت پولینج استفاده کردم، بعد مقدار ADC رو دریافت کردم گذاشتمش تو متغیر رو ولتیج و بعد اومدم با این رابطه مقدار رو ولتیج رو به مقدار ولتیج تبدیل کردم و بعد هم استاپ زدم و در نهایت هم یه حل دیلی 100 میلی ثانیه هم میذارم. خب بعد میام از قسمت آپشن فور تارگت و آم کامپایلر رو روی حالت دیفالت میذارم و F7 میزنم که برنامه‌ام بیلد بشه و حالا میکروم رو به پروگرامر وصل میکنم و حالا F8 میزنم، میام تو حالت دیباگ و F5 یا ران رو میزنم. خب حالا میخوام که ببینم مقدارم چقدره، میام این رو ولتیج رو اول از همه میزنم تو وات 1 و بعد هم خود مقدار ولتیج رو میذارم توی وات 1. ببینیم که الان مقدار خامی که ADC به ما داد 3900 تقریبا و اگه اینو تبدیل کنیم ولتاژش میشه 3.14 و حالا اگه من بیام این پتانسیومتر رو بچرخونم می‌بینیم که مقدارش
کمتر میشه و ولتاژمون هم به همین صورت. و اگه من بیام تا ته بچرخونمش تقریبا ولتاژم میشه 0. چون الان شد 0 و اگه هم کامل بچرخونمش میشه 3 و 1. پس این از حالت ولتاژ. حالا میخوایم چه کدنویسی LDR رو انجام بدیم. LDR هم به همین صورت. خب از همین یه کپی میگیرم و اینجا می کامنت میذارم، می‌نویسم چه برای پتانسیومتر و این قسمت هم میذارم چه LDR. خب اول از همه باید استارت کنم که LDR هم به ADC 1 وصله. پس اینا میذارم رو حالت ADC 1 و این رابطه هم نیازی ندارم دیگه. خب حالا میگم که ADC 1 رو استارت کن، بعد از پول کانورژن استفاده کن و بعدش بیا مقدار ADC رو دریافت کن و حالا اینجا یه متغیر دیگه میذاریم مثلا LDR و حالا میام بالا تو قسمت PV تعریفش میکنم. میتونه از نوع اینت باشه حد LDR. خب میگم که بیا از ADC 1 بخون و بسار تو LDR رو بعدش استاپ بکن و 100 ثانیه 100 میلی ثانیه هم ثبت کن. اونو دوباره F7 میزنم F8 و میرم تو حالت دیباج F5 میزنم که برنامه‌ام اجرا بشه. حالا من میام و این بار LDR رو به واتس 2 میذارم. خب اینو میذارم روی این که عددشو نشون بده. خب الان تو یه حالت عادیم و اینجا تقریبا روشنایی خوبه و اگه من بیام دستمو بذارم روی LDR میبینیم که مقدارش خیلی کم میشه و دستم هم بردارم این مقدار بیشتر میشه. حالا ما میتونیم بیایم این قسمت و یک شرط بذاریم بگیم که اگه LDR مقداری که از LDR میخونیم کمتر از مثلا 200 بود، اگه LDR کمتر از 200 بود بعد بیا و لامپ رو روشن کن. میسیم حل GPIO برایت پین و اینجا میسیم که لامپ پورت بعد لامپ پین و GPIO پین ست. در غیر این صورت هم لامپ رو خاموشش کن. همینو من کپی میکنم و به جای ست می‌نویسم ریست. یه بار کدم رو بیلد میکنم و میذارمش روی میکرو. شماتیکی هم که برای قسمت LDR داریم به این صورته که من یک پایه LDR رو به 3 و 3 وصل کردم و پایه دیگه LDR رو یک مقاومت 10 کیلو وصل کردم و اون یکی سر مقاومت رو دادم به زمین و اون یکی سر مقاومت که به LDR وصله رو هم دادم به PA0 ADC میکرو. این هم از نحوه اتصالات پتانسیومتر رو داریم و LDR رو داریم که LDR رو گفتم یک پایش رو مستقیم با دادم به 3 و 3 و اون یکی پایش رو یه مقاومت دادم به زمین و از در دیگه مقاومت رو هم دادم به پایه میکرو و پتانسیومتر هم پایه یکش رو دادم به 3 و 3 پایه شماره 3 رو دادم به زمین و پایه وسطش رو هم دادم به میکرو و همینطور هم یک ترانزیستور 2N3904 استفاده کردم و این ترانزیستور هم میاد ریله رو روشن میکنه که اینو قبلا توضیحاتش رو دادم. و حالا من اگه مثلا دستم بگیرم کنار این LDR میبینیم که این لامپ هم روشن میشه و از ازای که این خود لامپ هم این نور تولید میکنه و به
LDR میخوره خاموش روشن میشه.